چالش پرسش و پاسخ. عوامل پشت صحنه ازمون سوال میپرسن ما جواب میدیم. عوامل پشت صحنه. عوامل چقدر قیافه‌هاتون بده. حالا ولش کن. چی؟ هیچ. قیافه‌مون بد رفت. چه چیزی در فروردین 2 بار وجود دارد؟ بگم بهار. نه تو بگو. چیزی که در فروردین 2 ماه. نه ماه. نه تولد. میگم 2 بار وجود داره. تولد یعنی چی؟ تولد 2 بار. نه 2 بار کنه. خود 2 بار. تولد. نه این گفتش دیگه. چه چیزی در فروردین 2 بار وجود داره؟ سیر. فروردین ره. آفرین. یه امتیاز رها. مسخره. خب سوال بعدی گوش کنید. چه چیزی همیشه در پاییز و زمستان بالاتر از تابستان است؟ چی؟ چه چیزی همیشه در پاییز و زمستون بالاتر از تابستون است؟ فهمیدم. بگم سرما. نه نه. چیه؟ یه راهنمایی بکن. چه چیزی همیشه در پاییز و راهنمایی زمستان؟ یه حتی من خودم هم نمیدونم چرا اینجوری جوابش، ولی خب چه چیزی همیشه در پاییز و زمستون بالاتر از تابستونه؟ بالاتر بر. نه وایسید یه دقیقه وایسید، برعکسه. این اشتباه نوشته. چه چیزی همیشه در تابستون بالاتر از پاییز و زمستون است؟ گرما. نه برگا. نه گلا. نه یه راهنمایی بکن. حرف دیگه میگم یه حرفه. آره. دالزال. زمستان پاییز. مستان. ها زمستان تابستان بهار پاییز زمستان. بابا یه ذره درست فکر کنید. یه راهنمایی دیگه بکن. خیلی جرزنی. 10 ثانیه بهتون وقت میدم. و اینکه حرفه. خب حرفو گفتی. 8 7 د ر ل م الف ب پ ت س ج چ ه ق 3 ت آ 2 1. جواب چیه؟ 0 ت. چرا من گفتم الف ب پ ت س. میدونم ت رو خب باید قطعی بگی. بگی ت. حالا برش کن. پاییز. چرا تا؟ یه خب چرا؟ تابستون 2 تا ت داره. پاییز و زمستون یه دونه ت داره. اصلا پاییزه در از رد گم کنیه. زمستون تو سر گوگل. یعنی اونی که این سایت رو طراحی کرده رو میخوام. گاوه یارو. خب وایسا، اگر 4 خرگوش داشته باشید روزی چند تا گوش میبینید؟ 3 تا. نه 5 تا. 8 تا. نه گوش میبینی؟ آره گوش. 10 تا. نه آه نه 10 تا هست. به خاطر که یه دونه صاحب هم هست دیگه. آفرین. یه صاحب هم وجود داره که 2 تا گوش. یه دونه خودت هم هستی دیگه بالاخره. آفرین. خب 1 بذار من اینو پاک کنم. خب وایسید. سوال بعدی. چه چیزی همیشه در همان موقعیت خوابیده است؟ خب مغز ما. چه چیزی همیشه در همون موقعیت خوابیده است؟ بگم صابون. نه صابون چرا؟ صابون اینجوری پخت میشه میخوام. خود تخت. نه تخت؟ نه گفتش همون من نگفتم، گفتم نه تو کردی. چی گفت؟ یه بار دیگه جوابش تو خود سوال هستی. یه بار چه چیزی همیشه در همون موقعیت خوابیده است؟ خودمون. نه دیگه. همونی که خوابیده است. نه خوابیده است ولی تو نزدیک بودی. ولی ما در همان لحظه ما نه در لحظه خواب خوابیدیم دیگه. نه خوابیده است حیوانمون. در همان لحظه یعنی چی؟ دیگه در خوابیده. نه اینه بچه جواب. وایسید اگه بگیره دوربین اینه که هم بالاست.
بچه ها داری نشون میده مامان نشون نمیده. یه راهنمایی بکن. میگم جوابش تو خود سواله. جوابش تو خود سواله. چه چیزی همیشه در همان موقعیت خوابیده است؟ موقعیت. همیشه. خب موقعیت خواب. آفرین. خواب رها شد 2 امتیاز. چی؟ یعنی چی خواب؟ اصلا معنی نداره. میگم دیگه سازندش خیلی دیوونه است. خب این چه چیزی همیشه میآید اما هرگز نمیرود؟ وایسا. همیشه میآید ولی هرگز نمیآید. سن. نه. در ماه و سال و اینا وجود داره. آها سال نو؟ چی؟ همیشه میآید ولی دیگه نمیآید. چه چیزی هرگز همین نمیرود. اما هرگز نمیرود؟ جواب. وایسید. بگم درخت خاج. نه اگه این درخت کاج. اینهاش همین درخت سوال کاج. بالایی است. نه همیشه میآید ولی هیچ وقت نمیرود. آره در ماه و سال و هفته و اینا هم وجود داره. هیچ وقت نمیرود. آسمون. ابر، ستاره. نه یعنی چی؟ یه راهنمایی از سوالش بهم بکن. میگم دیگه تو ماه و سال و هفته و نه خب یعنی چی؟ خود روز. آفرین. دو. نه روز نبود. وایسا ببینیم. ماه. نه سال. نه ما الان امروزیم. هفته. بریم یه روز دیگه چی میشه؟ هفته. بازم روز. فردا. پس فردا. رها گفته شبا رفت سه. خب باشی. چرا اصلاش بی‌برندار است؟ کسی که داری سازنده این بازی که الان داری ویدیو رو می‌بینی. خب باشی. آن چیز که همیشه در مقابل شماست اما دیده نمیشود. آینده. سایه. فریما گفتش. خب آفرین. فریما تو اینو ساله. اینقدر شنیده بودم. خب وایسا. چه چیزی هست که همیشه برق میزنن اما هیچ وقت جرقه‌ای ندارن؟ برق میزنن. جواهر. جواهر. نه جواب تو خود سواله ولی یه کلمه دیگه هم بهش میچسبه. برق میزنن. چه چیزی هست نور. که همیشه برق میزنن اما هیچ وقت جرقه‌ای نمیزنن؟ خدا. ما. نه چرا؟ نه چراغ جرقه میزنه دیگه که روشن شد. یه جرقه میزنه. تاریکی. نه برق میزنه. خود برق. نه فهمیدم. خورشید. نه وایسا. میگم همیشه برق میزنه ولی جرقه جواب میزنه. همینه. خورشید جرقه میزنه. اصلا اگه بیاله خورشیده؟ آها اینه ها یه راهنمایی بکن. میگم دیگه همیشه برق میگم که جواب تو خود سواله ولی یه کلمه دیگه هم داره همیشه. پسوندش. همیشه برق. بگو. همیشه برق. یه دور دیگه سوال بگو. چه چیزی هست که همیشه برق میزنن اما هیچ وقت جرقه‌ای نداره؟ نمیدونم چرا اینجوری. خود جرقه. نه فشفشه. نه خب فش جرقه میزنی میخوای روشن شد. نه دیگه من نمیدونم جرقه و برق چیه. من نمیدونم. 15 ثانیه بهتون وقت میدم. نه نمیخواد جوابو بگو. شارژه. 3 2 پیریز برق. 1 نه رد برق. جرقه نمیزنن. نمیدونم این سازانه چیزه. من یه امتیاز به خودم میدم. خب وایسید. او یه برادرم هست ولی عمو نیست. پدر. آره ولی عمو میشه فکر کنم ولی نمیدونم حالا این نه. میشه دایی. پدره. یه بار سوال از یکی پرسیدم. سلام علیکم. نه دو تا دارم کلا. خب باشید. خب اون چیه که 22 زنگ میزنه؟ 22 زنگ میزنه. آره گوشی که رفته رو ساله. حالت پرواز. نه اصلا تو گوشی و اینا نیستش. الکترونیک نیستش. رسانه هم هستش. رسانه. میشه بگی؟ آره. فلز. نه یه دور دیگه سوال بگی. اون چیه که 22 زنگ میزنه؟ 22 زنگ میزنه. زنگ در. نه 22 زنگ میزنه. برادر رو دستمو نگاه کنید چه شکلی شده چه جوری تاول زده حتی هیچی معلوم نیستش اینا قدامته. دوربین. نه دوربین که صدا نداره. دوستان جواب زنگ میزنه. فهمیدم.
چی؟ چیز وقتی یه آهنی زنگ میزنه. آهن جواب. گفتم دیگه آهن. خب خب میتونیم برعکس بگیرید که از بالا بکشی به پایین چیز شه. 4 نه اونجوری منظورم نیست. بالش تو برعکس بگیری که از بالا به پایین بزنی اونجوری. 3 تا الان. خب میدونی کدوم پیامبر میتونست با حیوونا صحبت کنه؟ حتی با سلیمان. آره. خب بابا این چه سوالیه؟ اون چیه که اگر مثلا گوش کنید اون چیه که اگه سرش رو ببری زنده میشه. سرش رو ببری زنده میشه. ها آره سرش رو ببری زنده میشه. میکنم 3 2 1 بریم. برگشتیم رفتیم و برگشت. خب کدوم بودیم؟ اونو ول کنید، اون سوالو ول کنید. یک پزشک، یک معلم و یک پرستار گفتن که پارسا برادرشان از پارسا گفت که او هیچ برادری ندارد. چه کسی دروغ میگه؟ چی؟ یک پزشک، یک معلم و یک پرستار گفتن که پارسا برادرشان است. پارسا گفت که او هیچ برادری ندارد. بگم کدوم دروغ میگه؟ پرستاره. یک بریم. 2 1 بریم. هیچ کدوم دروغ نمیگم به خاطر اینکه برادرش. من چه میدونم؟ فرمو داشت تا نصف گفتی جوابو. آها هیچ کی دروغ نمیگه چون همشون برادر پارسان. آره هیچ که دروغ نمیگه چون از زندگی پارسا هیچ خبری نداره. نه هیچ کی دروغ نمیگه چون پارسا رو دروغ میگه. نه هیچ کی دروغ نمیگه دیگه. خب ادامهش. هیچ کی دروغ نمیگه چون خب معلم پارساست. نه مادر پدر پارسا. فهمیدم. هیچ کی دروغ نمیگه چون که معلم و پزشک مادر پدر پارسان و پرستارم خواهر پارساست. نه چون همه برادر پارسان. چجوری نه. پرستار؟ چجوری پرستار برادر پارسا؟ 5 ثانیه بهتون وقت میدم. نه بگو. 5 4 بگو. 3 2 1 هیچ کس دروغ نمیگوید. هر سه خواهران پارسا هستند. در نتیجه پارسا برادری نداره. پزشک دختره؟ نه چه ربطی داره؟ ناگاه سوال گوش بدید قشنگ. میگی؟ گوش کنید سوال گوش کنید قشنگ. یک پزشک، یک معلم و یک پرستار گفتن که پارسا برادرشان است. پارسا گفت که او هیچ برادری ندارد. چه کسی دروغ میگه؟ پارسا برادرشانن نه اونان حتی 3 دور پارسا هم تاکید کردم. سوال بعدی گوش کنید. پدر و مادر مهدی 3 پسر دارند. علی، آرش و نام پسر سوم چیه؟ علی. نه چیه بگو؟ علی، آرش و اسم سوم بخون. علی، آرش و علی. نه بگو کلا بخون سوالو. پدر و مادر مهدی 3 پسر دارند. مهدی خود مهدی. آفرین. رهای امتیاز دیگه. فرض کن من خب تو چی؟ اون چیه که هم اونو داره. آها اون چیه که هم بابا چی میگی؟ اون چیه که هم دریا اونو داره و هم رادیو. صدا؟ ولی صدام قبول حالا میتونم صدام قبول کنم. بگو. میگن یه چیز رادیویی اینجوری داره میخونه بعد یهو اینجوری میشه بعد یه موج. فریما بده. خب یه سوال دیگه. آن چیز که هرچه از آن برداری بزرگتر میشه. وای اینا هرچه از آن برداری بزرگتر میشه. آره. سایه؟ نه سایه رو ازش برمیداری بزرگ میشه. خب هرچه ازش برداری کوچیک میشه. میگن با کمک. نه هرچی ازش برداری بزرگتر میشه. شما هم جواب بدید بچه‌ها. شما هم جواب بدید. فهمیدم قد. نه چون اگر ببین اگر خب ما بذار حرف بزنم. اگه تو 50 ساله باشی قدت یه ذره کوتاه میشه دیگه. نه قدت بلند باشه تو کوتاهش کنی بازم همون.
بکن. سن که کوتاه نمیشه. پا سن نه بزرگتر میشه. هر چه ازش گوشید 5%. دروغ چی دروغ؟ پینوکیوه. دروغ اگه دروغ ازش برداری بیشتر میشه. دیگه ببین یه دونه بابا تو واقعیت هم وجود داره فهیما. بهتون ببین 15 و 35 ثانیه است. خب 5 ثانیه بهتون وقت میدم. نه 10 ثانیه 15 ثانیه. نه کار کنیم این آخریش باشه. این آخریش تا 16 دقیقه بهتون وقت میدم دیگه. الان 15 ثانیه مونده. 15 14 اون چیز که هر چی از اون برداری بزرگتر میشه. همون چیز. نه. پنیر. 3 2 1 بچه شما هم حدس زدید. حدساتون رو تو کامنت ها بنویسید. منتظریم لایک و سابسکرایب جواب. وایسید جواب چی هست حالا؟ اینهاش. جواب چاله است. وای اینو هر باید چقدر دیگه گودتر. این دیگه خب سوالش بود. بچه ها چالش تموم می شود. لایک و سابسکرایب یادتون نره. امیدوارم که خوشتون بیاد. میریم با من که رها برنده بازیه. نه خیلی رها کنن 2 تا دارم من 4 تا. آره ادیتورا روی سر رهای تاج بذارید که رها برنده شد. خودم ادیتور. نه راست بشه. آی کلا تو ادیت ویدیو میذارم. آی پا ادیتور بمرده. و اینکه بچه یکی اینکه چنل رو سابسکرایب کنید. دو اینکه من رها و وریما رو بردم توی رقص. بیشتر خدافظ. تازه